سلام. در این آموزش میخوام نحوه کپی خور کردن PS4 از ورژن 9 تا 12.52 رو به شما یاد بدم و بگم چجوریه. مثل همیشه لایک و شیر و کامنت چرتون نره. چند ساعت پیش کپی خور PS4 تا ورژن 12.52 عرضه شد که بلافاصله من این آموزش رو تهیه کردم. روش انجام این کپی خور هم دقیقا مثل ورژن قبله که در این ویدیو آموزش دادم، ولی خب یه مقدار کامل تره که از ورژن 9 تا 12.52 رو شامل میشه. برای شروع نیازه که به کانال تلگرام چجوریه برید و فایل زیپ مورد نیاز رو دانلود کنید که من لینکش رو زیر ویدیو گذاشتم. خب فایل دانلود شد و حالا باید اون رو از حالت زیپ خارج کنیم. در قسمت پسورد کلمه چجوریه رو وارد کنید. الان یه فایل ایزو داریم که باید اون رو روی یک دیسک بلوری رایت کنید. اگر بلوری رایتر ندارید کافیه که فایل رو به خدمات کامپیوتری ببرید تا براتون رایت کنن. و اگه بلوری رایتر دارید کافیه با برنامه ایمیج برن یا هر برنامه رایت دیگه‌ای فایل ایزو دانلود شده رو با کمترین سرعت رایتش کنید. وقتی دیسک آماده شد اون رو داخل PS4 میذارید. اگر شکل آیکون دیسک شما متفاوت بود چیز مهمی نیست، چون من فایل موجود در کانال تلگرام رو همیشه آپدیت میکنم و ممکنه در هر ورژن آیکون متفاوتی داشته باشه. قبل از اینکه دیسک رو اجرا کنیم به ستینگ میریم و از قسمت سیستم تیک گزینه Enable HDCP رو روشن میکنیم. حالا میریم دیسک رو اجرا کنیم. در این صفحه دو مود برای کپی خور نمایش داده میشه که اولی با زبدر انتخاب میشه، مناسب دستگاه‌های با ورژن 9 تا 12.02، دومی با دایره که مناسب دستگاه‌های با ورژن 9 تا 12.52. اینجا سوالی که شاید براتون پیش بیاد اینه که مود اول اصلا چرا باید باشه وقتی مود دوم همون کارو میکنه. جواب اینه که مود اول اکثر باگ‌هاش گرفته شده و استیبل تره، ولی مود دوم چون جدید اومده ممکنه باگ زیادی داشته باشه و سخت اجرا بشه که تو نسخه‌های اولیه طبیعیه. اگر به هر دلیل کپی خور بعد اجرا شد یا ارور داد کافی یه بار دیسک رو خارج کنید و دوباره بذارید. حالا من روش دو یعنی دایره رو اجرا میکنم. وقتی در منو مثل الان این نوتیفیکیشن رو دیدید یعنی کپی خور به درستی اجرا شده و میتونید ازش لذت ببرید. اگر میخواید نحوه نصب بازی رو هم بدونید من از قبل یک آموزش هم برای اون تهیه کردم که میتونید از پیج چجوریه تماشا کنید. اگر اولین بار به پیج من سر میزنید و از این ویدیو خوشتون اومد باعث افتخاره که پیج منو سابسکرایب کنید و حتما روی علامت زنگوله کنارش هم کلیک کنید تا از جدیدترین ویدیوهای آموزشی من با خبر بشید.